وقتی اون رسید که ما یکی از مطربای چیره دست اکم محبت باز به خدمت به نزد بلندگویک دعوت کنیم.
حکمت او را به تحقیقت یقین داند بود با رستگار جای و در جنت المأوا معلم را تو فرمان بر هر آن چیز که فرمایند هر آن چیز که فرمایند با جان بنگو صدقنا با الفاظ بزرگانی که در دعوت سخن گویند کند در گوشی از الفاظ یشان مولانا سخن فیضست ربانه و یک مذکر یسان است اگر تو حریفی بشنو سخنهای بزرگ شراسته در این پاسته کفت بشکن چشه بازار بپر بر آدم بالا چه خودداری از این پستی بعد این بالا کنه منزل مدد نالی ای دستم همه نصفی و شهوتا بازی نت دنیا مشا غره مشا مایل که دین تو امو خواهد بازی نت خداوندان با حقیق رحمای صفات تو با قبول جتان تو بر روی پاک سایدنا با حق آن کسانی که دل و جان را فدا کردند فدای دین خود کردند هر آنچه داشتند کالا از غرقاب به ظلمت خلاصم کنم ساغر و غیر از یادتان نبود مرا چیز دیگر فرما گناهکار میگه تقدیر گناهکار میگه تقدیر خود سر تا سر زانو
گه گریان گه نالان بگویم واه واه ویلا گناهکارم از تقدیر خداوندا گناهکارم از تقصیر شرمنده کریم و پرده اسمت بپوشم بر گناه ما چه مرغم است بعیدانه مشو مغرور در خانه که خانه می شود ویران بمانه واه ویلا چه خواهی دادی بدین بالا کنه منزل مدد نور و دست امین نسلی و شب ولغ از بری سانت بس امید بارم من برآور موی بانت را از زندان پای با سالی 370 دمایی را بالاول شاید از بری چنین رحمت زبان من و میران نخسته ختم رحمت گفت قسامی حلای دل نظر کن بر صفات ذات مولانا Go!